ببین کوثر رو ببین. کوثر کی؟ ببخش شما اسمتون کوثره؟ رفیق من میگه کوثر ببین کوثر. امیر اگه الان کنارم بودی پیشم بودی چیکار میکردی؟ بغلت میکردم دیگه موهاتو ناز میکردم دیگه بوست میکردم دیگه بگو میخوای بدیدی. علی اینو دیدی؟ بچه چه خوبه. اینو داداشت. دروغ. اینو دیدی؟ اوف این از او بهتره. اینم داداشت. بچه دمت گرم. این دوتا رو دیدی؟ خب همینا رو هم داداشت. خب دیگه من برم. کجا؟ کاکو 2 دقیقه دیگه وایسم مارم. یه شغل دبی می‌خواستم واسم اوکی کنی. بخش فروش شرکت بنز اوکیه؟ آره خیلی عالیه. فقط ساعت کاریش چجوریه؟ 7 صبح تا 5 بعد از ظهر. وای این که خیلی سخته. یه کار راحت. رسپشن هتل چی؟ ساعت کاریش 7 صبح تا 12 ظهر. اینم خیلی سخته. یه کار راحت‌تر بابا. یه شغل دیگه برات دارم میخوابی پول در میاری. وای شغل ایدال من. چه شغلیه؟